امروز میخوام مکانیزم ماشه رو فعال کنم. ماشه این فندک از کار افتاده و دیگه جرقه نمیزنه. تو این تعمیر جذاب میخوام دوباره این وسیله نوستالژیک رو زنده کنم و راش بندازم. باور کنید ارزششو داره. آخرین ویدیو میخوام این نوع پرچ کردن رو به شما آموزش بدم. مطمئنم تو خیلی از موارد مشابه به دردتون میخوره. حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید و همراه من باشید. خب شروع میکنیم این پیچ ها رو باز کردن. 2 تا پیچ اینجا داره، پیچ کوچیکی هم داره، مواظب باشید که گم نشه. سعی میکنم این پرچه رو رهاش کنم به این صورت، با یه دنباریک کوچیک لهش میکنیم در واقع. باز شد. این فندک رو با احتیاط باز میکنیم ببینیم داخلش چه خبره. خب همونطور که میبینیم اینجا ما یه چخماق داریم که ضربه این چکش به این چخماقه باعث میشه که یک ولتاژ های ولتاژ اینجا ایجاد بشه و باعث ایجاد جرقه و روشن شدن شعله میشه. خب من همونطور که دارم میبینم اینجا یه پایه بوده که این جدا شده و شکسته. کارش هم نمیشه که از جنس اینا، از جنس زاماک هستش. این یه نوع آلیاژ متشکل از روی آلومینیوم و منیزیم و مس. اینا یه مقدار جنسای شکننده‌ای دارن. بهتره برای این نوع فندک‌ها از یه جنس آهنی استفاده میکردن که طول عمر بیشتری داشته باشه. من حالا اینو میذارم سر جاش. حالا بعد تقویت این موضوع، وقتی که ضربه‌ای به این حد میخواد وارد بشه، بهتر اینه که من یه دونه پایه در انتهای این چخماق قرار میدم، یعنی یه سوراخ شماره 4 میزنم انتهای این چخماق و بعد من اینجا یه پیچ شماره 4 میبندم که بتونه این ضربه این چکش اونجا مهار کنه، عملکرد بهتری به ما بده. حالا بعدا این کارو با هم انجام میدیم. حالا بریم به مکانیزم ماشه اینو با هم بررسی کنیم ببینیم که این چجوری کار میکنه. این فنرم رها شده، در رفته. درست اینجا این پایه یه شیاری اینجا داره که این فنر باید اینجا قرار بگیره. این فنر در رفته و علت خرابیش هم همین هستش. خب این ببینیم که چجوری کار میکرده. اینجا یه ناخن هستش، بذار اینو در بیارم کامل بتونید این ناخن رو ببینید. چکش رو کامل میدم به عقب، رهاش میکنم و این ماشه رو بیرون میکشم. اینجا یه فنر پیچ داریم که این فنر رو در میارم و این هم این ناخونی هستش که بهتون گفتم. دوباره اینو میزنم سر جاش. همونطور که میبینید این ناخونه به صورت بالا و پایین حرکت میکنه. حرکت به صورت بالا و پایین داره. فنر رو من جا میزنم. من اینا رو توضیح میدم که اگه خودتون همچین فندکی تو خونه دارید و میخواید تعمیرش کنید و بازش کردید، فندک رو جمع بکنید و دوباره ازش استفاده بکنید. خب فنر رو به این صورت جا زدم. حالا این چجوری کار میکنه؟ این چکشرم در میارم. ببین درست متناظر با این ناخن یه ناخن دیگه روی این چکشه قرار داره. خب وقتی که این دوتا ناخن با هم درگیر میشن و ما ماشه رو به سمت عقب میکشیم، ناخن این ماشه به ناخن این چکش فشار وارد میکنه و باعث عقب رفتن چکش میشه. در یک نقطه این دوتا همدیگر رو رها میکنن و فنر فشرده شده این چکشه ضربه رو به چخماقمون وارد میکنه. حالا چجوری مسلح میشه دوباره؟ با رها کردن انگشت دست ما این ماشه برمیگرده به حالت اول. در حین رفتن به سمت عقب این ناخن جهت حرکتش رو به بالا و پایینه. در این سطح شیبدار این ناخن اینجا قرار میگیره. از این سطح شیبدار بالا میره، جمع میشه، توسط این فنر جمع میشه
و در انتها به سمت پایین هدایت میشه و دوباره زیر ناخن چکش قرار میگیره و با عملکرد دوباره ماشه و فشار انگشت دست ما دوباره این اتفاق تکرار میشه. خوب بود که اینو به شما توضیح دادم تا عملکرد اینم بدونی، تو جمع کردن این فندک بهتون کمک میکنه. حالا من میرم اینو جاگذاری میکنم، دوباره فنر رو جا میزنم. انتهای این قسمت برای تقویت این چخماقی سوراخ نمره 4 اینجا میزنم، متناظرش رو این بدنه هم باید بزنیم و پیچ نمره 4 میندازم تا بتونه این قطعه رو اینجا مهار بکنه و شکستگی اینجا رو هم جبران بکنه. این به این صورت جا میزنم. برای جا زدن این ماشه چکش کامل به سمت عقب میکشم، ماشه رو جا میزنم و اینو رها میکنم. ببینید که عملکرد درستی داره. بریم برای سوراخکاری و جمع کردن کار. خب قسمت متناظرش هم من سوراخ میزنم، بعد میام اینو با هم جمع میکنه. خب من روی این دوتا بدنه این فندک یه سوراخ شماره 4 ایجاد کردم، درست متناظر هم دیگه. قبل از اینکه این مجموعه رو کلا جمعش کنیم ببندیم، بهتره که توی ناحیه‌هایی که متحرک هستش و با هم در تماس هستن کمی گریسکاری کنیم. من به وسیله همین ابزاری که دارم یه مقدار گریس به این ناحیه میزنم، این قسمت‌ها رو با گریس چربشون میکنم که عملکرد بهتری داشته باشن تو حرکت کردن ها و بتونه با هم خوب کار بکنم. سعی میکنم این پیچ رو جا بزنم. خب میخوایم که الان اینو ببندیم، این مجموعه رو ببندیم. این فنر هم باید جا بزنیم. این فنر کجا قرار میگیره؟ درست توی این شیاری که اینجا میبینید روی این پایه. خب این فنر رو با این پنس میگیرم، به سمت عقب میکشم و اینو سر جاش قرار میدم. نگاه کنید الان من اگه بتونم تو دوربین نشونتون بدم، الان فنر افتاد روی این پایهه. به محض این که من این دو قطعه رو جا بزنم و پیچا رو ببندم، دیگه خودش میفته داخل اون شیار خودش، جای دیگه قرار نمیگیره. خب اینو برش میگردونم. از یه دونه دنباریک استفاده میکنم. این پیچو بخوام تو قسمت متناظر خودش قرار بدم، مجموعه رو یکم جا به جا میکنم تا بتونم پیچو درست سر جای خودش ببندم. خب این پیچ جا افتاد. حالا برای اینکه این جا بیفته یکم چکش به سمت عقب میکشم، با کشیدن ماشه به سمت عقب چکش به سمت عقب میره و این جا میفته کامل. حالا پیچا رو دونه دونه سر جای خودش میبندم و این هم پیچ بعدی. حالا از این مهره استفاده میکنم برای اینکه پیچ رو فیکسش کنم. گفتم این پیچ فقط جنبه این داره که ضربات چکش رو مهار کنه و این پیچ هم که این قسمت قرار میگیره و سفتش میکنم. این فعال شد مکانیزم ماشش. خب رسیدیم به قسمت پایانی. برای پرچ کردن این ناحیه ما احتیاج داریم به یه تیکه از آنتن هوایی تلویزیون. تو خیلی از خونه ها هستش. وقتی که فرسوده و مستهلک میشه اینا رو میندازید دور. میتونید لوله رو جدا کنید، برای مواردی مثل این استفاده کنید. روش کار چجوریه؟ یه اندازه ساده میزنیم در حدی که این ببین دقیقاً قالب اینه. من یه مقدار لوله رو بزرگتر از این سوراخی که درش قرار گرفته میگیرم، با یه خودکار این بغل رو علامت میزنم و برشش میدم.
دقیقاً اینقدر از این لوله آنتن من احتیاج دارم. جنسش هم از جنس آلومینیوم هستش. با یه اره اینو برش میدم، بعد میایم برای اتصالش. خب این لوله رو اینجا قرار میدم به این صورت. حالا من یه تیکه ورق آهن میخوام که به صورت سندان ازش استفاده کنم. این تیکه ورق آهن رو میذارم اینجا که به میز کارم صدمه‌ای وارد نشه. و یه چکش احتیاج دارم و 2 تا ساچمه. نیا کنید این ساچمه های فلزی، 2 تا ساچمه فلزی، یه مهره احتیاج دارم. حالا این ساچمه رو میگذارم داخل این مهره که حرکت نکنه و ثابت بمونه. حالا این ساچمه رو میذارم سر این لوله. ببینید چقدر قشنگ پرت شد. یکم دیگه ضربه میزنم. و به این خوبی اینجا پرچ میشه. خب بریم ببینیم فندک درست شده یا نه. من سیستم جرقه زن این گاز رو از کار انداختم، 2 شاخه رو از برق کشیدم. ببینیم با این فندک روشن میشه یا نه. کاملا موفقیت آمیز.